برادران عزیز، الحمدلله که با یاری خداوند و کمک شما این مسجدی که این حال میبینید در پشت ما الحمدلله خریدارش کردیم. چقدر سوم و مبلغ در کار بود همون مبلغ جمع کردیم. ولی برادر اون کم دین است، انشاءالله که بعد از 3-4 روز پس از قفای ریمونتش میشوند. با اذن الهی با کمک شما دوستای خدا اینا باز کلبه‌ای که میبینید انشاءالله خانه خدا میشود. رحمت خدا و تمام دوستانی که کوچکترین خیر در این راه کردند، خدا از دنیا و آخرت آباد کنه. حتی شخصانی که ویدیو را با دیگران رسوندن سبب آن شد که یعنی دستگیری کردند. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ارمغان پاکی یزدانم وطن، قوت دل قوت جانم وطن، باوری و عهد و پیمانم وطن، تاجیکستانم وطن. آبهای تو شفای جان من، چشم ساران قوت و درمان من، در کنارت در بود ارمان من، تاجیکستانم وطن. تو خوشی جمله حال منی، چون پرستویم پر و بال منی، مهر و عشق و بخت و اقبال منی، تاجیکستانم وطن. از زرافشان تا بدخشانم وطن، از خوجند تا وخش و ختلانم وطن، تا قدوم خاک افغانم وطن، تاجیکستانم وطن.